آموزش جوجه کباب با استخون در خدمت. بین مفصل یه برش میزنیم، یه برش به این صورت، یه برش هم این ور استخون. 2 قاشق سویا سس برای این مقدار احتیاج داریم. گرفتنش ببینید خیلی عالی شده، خیلی خوشمزه است. یا سارا هستم با آموزش جوجه کباب با استخون در خدمتتونم. سلام به همه، خوش اومدین به کانال سارا فود. امروز می‌خوایم یه جوجه کباب با رون درست کنیم با استخون با یه مرینت فوق‌العاده خوشمزه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، بریم شروع. ویدیو قبلی بهتون نشون دادم که چطوری رون مرغ رو از جدا کنید. حالا می‌خوام بهتون یاد بدم که چطوری برای جوجه کباب کات کنین که پخت خوبی داشته باشه و سایزش هم مناسب باشه. رون مرغ ما اول وسط نصف می‌کنیم. قسمت‌های بغل اضافه رو چاقو رو همینجوری می‌ذارین، یه فشار میدین، خیلی راحت جدا می‌کنیم. اینم به همین صورت. جدا می‌کنیم. خب حالا برای خرد کردن پشت رون رو میاریم از این قسمت بین مفصل یه برش میزنیم، این قسمت رو جدا میکنیم، بقیه هم همینطور. ته رون مرغ که استخونه فقط جدا میکنیم به این صورت. یه ضربه محکم بزنیم کافی. قسمت تهران رو برعکس میکنیم، خیلی راحت. یه برش به این صورت، یه برش هم این ور استخوان به این صورت کاملا باز میکنیم، به این صورت پهن میکنیم. برای این قسمت هم این چاقو کافی همینجوری باز کنیم. باز میشه که چون رون مرغ خیلی دیرپزه اینطوری با این سیستم خیلی راحت‌تر پخته میشه. من بقیه‌اش هم انجام میدم بعد. خب یه پیاز متوسط مثل برای این مقدار جوجه کافیه. دوباره مثل آموزش قبلی پیاز از وسط نصف می‌کنیم. دوباره قسمتی که حلقه‌ای در میاد باز برای اینکه بیشتر آب بندازه از این قسمت خودتر پیاز اضافه میکنیم. خب ادویه ها نمک و فلفل، زیره سیاه زیاد بریزین، زیره سیاه، زیره سبز هم همینطور زیاد بریزین و ادویه کاری. حدوداً 2 قاشق سویا سس برای این مقدار احتیاج داریم. آب لیمو هم به مقدار همون 2 قاشق تا 3 قاشق دیگه، این بستگی به سلیقه خودتون اضافه کنید. شروع میکنیم چنگ زدن که کامل آب پیاز در بیاد و ادویه ها به خورد مرغ بره. خب روغن هم در انتها اضافه کنید، هیچ وقت روغن اول اضافه نکنید برای اینکه نمیذاره ادویه ها به خورد مرغ بره. در انتها برای اینکه کاور شه، برای اینکه مرغ رو کمی ترد کنه، در آخر هم روغن هم اضافه کنید. خب یه کمی که چنگ زدین قشنگ اشک پیاز در اومد کافیشه.
میذاریم حدود 2 تا 3 ساعت استراحت کنه، بعد میریم سیخ میگیریم. بهتون میگم سیخ گرفتنش هم بشه صورت. 2 ساعت گذشت، مرغمون دیگه الان تقریبا تم گرفته. حالا میخوام سیخ بگیرم. سیخ گرفتنش رو ببینیم چه شده. چند تا خط هم میندازیم که کامل این قسمت مرغ مفسخ شه. بقیه هم همینطوری سیخ میگیریم. آماده، دقت کنید فقط زغال با اینطوری خاکستر بشینه، تختش کنید کامل که به جوجه نچسبه. بذاریم با یه حرارت ملایم، بادش هم نمیخواد بزنیم زیاد، بذاریم یواش یواش خودش بپزه. جوجه با استخونمون رو تست کنیم ببینیم چطوری شده. من تیکه از بالش برمی‌دارم. خیلی عالی شده، خیلی خوشمزه است. امیدوارم که از این آموزشم خوشتون بیاد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.